حقوق بشر 1,500 سامون ما یک بار کمک کرده. این یگانه شکایت از کاری دفتر سازمان ملل متحد اوید به پناهندگان در دوشنبه نیست. پس از سقوط حکومت افغانستان با دست طالبان و فرار صدها گریزه به تاجیکستان، اکثر مهاجران میگویند تلاش‌هایشان برای دسترسی به کمک‌های سازمان ملل بی‌نتیجه ماندند. اما ضمن یک نشست خبری نمایندگان این سازمان گفتند وظیفه کمک رسانی خود را به گریزه‌ها انجام می‌دهند. حالا ما توسط برنامه مخصوص برای آمادگی به زمستان به گریزگان کمک بیشتر می‌رسانیم. البته ما برای تامین معلومات عالی به آنها نیز برنامه‌های تعلیمی داریم. ما با گریزه‌های آسیب‌پذیر و جماعت‌های محلی که می‌توانند به گریزگان سرپناه دهند کمک می‌رسانیم. کارها رفته ایستادند تا اینکه مردم توانند خودشان را تامین کنند. ضمن نشست مطبوعاتی مسئولان سازمان از زورم برگردانیدن پناهجویان افغان نگرانی کردند. مقامات تاجیک روز 11 نوامبر 11 نفر افغان را به وطن برگردانید. به گفته مسئولین سازمان آنها فرصت نیافتند که عریضه‌هایشان را برای بررسی مقام پناهجویی سپارند. زیرا در اساس قانون‌های بین المللی تاجیکستان حق نداشت که روز 11 نوامبر 11 افغان از جمله زنان و کودکان را اخراج کند. بنابر تجربه کاری مثبت ما با تاجیکستان در مسئله کار با گریزه‌های افغان این خبر برایمان خیلی ناگوار بود. در همین حال ضمن نشست مسئولین آشکارا نگفتند که برای کمک به پناهندگان افغان چی مقدار مبلغ و چی کمک‌های الکی کرده شد. اگر قبلا مقامات تاجیک شماره پناهجویان افغان را 15,000 گفته باشند، ضمن نشست مسئولین سازمان آمار دیگر را اعلام داشتند. At the moment we have around 12,000 Afghan asylum seekers and refugees in Tajikistan. در حال حاضر در تاجیکستان 12,000 پناهنده افغان داریم. نصف آنها سالها باز در اینجا زندگی میکنند. باقی مانده‌اش در نیمه اول سال جاری آمدند و با سبب‌های معلوم به افغانستان برگشتن نمیتوانند. بعد از تصرف کابل از سوی طالبان در 4 ماه گذشته هزارها شهروند افغانستان به کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان پناهنده شدند. گفته می شود 10 پناهجوی دیگر تلاش دارند که از راه زمینی وارد تاجیکستان شوند.